با سلام به همه دوستان و همراهان کانال آرچی زد 6. دوستان خیلی خوش اومدین. پیشا پیش خیلی ممنون از این که کانال بنده رو سابسکرایب میکنید و این ویدیو رو لایک میکنید و در واقع قسمت کامنت های این ویدیو رو با کامنت های زیبای خودتون مزین میکنید. خب دوستان، در مورد این ایردراپ گریفین AI خدمتتون توضیح بدم. اولا که این نکته خیلی مهمه که این روی شبکه اتریوم هست و خب شبکه‌ای هست که میدونید قیمت هر واحدش بین 2200 تا 2500 دلار در حال حاضر در حال نوسانه و خب هر چیزی که حالا از این گیرون بیاد در واقع میتونه جالب باشه و پولساز. خدمت شما که عرض شود برای ورود به این ایردراپ شما یه لینک ورود لازم دارید که شما اینجا داخل این قسمت در واقع یوتیوب اگر این اسم کانال بنده رو سرچ بنمایید حضورتون که عرض شود داخل این قسمت اگر که کلیک بفرمایید یک قسمتی از مور با دیس چنل که ما اینجا واسهتون این در واقع لینک ورود به این ایردراپ رو گذاشتیم و بعد از کلیک کردن این در واقع لینک شما به همچین صفحه‌ای وارد خواهید شد. خب باید این قسمت ها رو پر کنیم. خب ایمیل و یوزرنیم، ایمیل که ایمیل معمولا جیمیلتونه، یوزرنیم هم که حالا طبق خواسته خودتون، و دوبار پسورد رو تکرار میکنیم و این کد ریفرال کد که حالا من اینا رو پر میکنم و خدمتتون میرسیم. بله خب این قسمت رو در واقع ما همه اینا رو پر کردیم. دقت کنید که اینجا این کد ورود رو حتما شما لازم دارید برای که به این ایردراپ وارد بشید و باید این کد رو وارد کنید و دقت کنید که حروفش هم کوچیک و بزرگ داره و خب اینجا آیمنات ربات رو میزنیم و صبر میکنیم که این در واقع تیک تایید بیاد و این دکمه رجیستر رو ما میزنیم. خب اولین در واقع پیامی که به ما میده اینه که میگه که برو اینباکس تو چک کن و به ایمیلت سر بزن. خب ما اینجا وارد جیمیلمون میشیم. خب بله میبینیم که یه پیام از طرف گریفین اومده و باید اینجا این دکمه وریفای ایمیل رو بزنیم. دقت کنید دوستان، من میخوام 0 تا 100 نصب این به قولن ایردراپ رو بهتون آموزش بدم و خب این ایردراپ های شبکه اتریوم یه کمی دنگ و فنگ دارن ولی خب ارزشش رو هم دارن. خب همین اول کار میبینیم که اومده به ما گفته که این والت تو باید کانکت کنی که بتونیم ادامه بدیم. خب ما این دکمه کانکت رو میزنیم و اینجا میتونیم که هم کیف پول متاماسک رو انتخاب کنیم، هم کیف پول تراست والت رو. خب تراست والت پلاگ اند پلی بهتری داره، هرچند که متاماسک در واقع اون ترانزکشن فیش و ترانزکشن گسش که به قولن پول جابجایی و هزینه کارمزد و انتقال هست کمتره. خب ما اینجا رمز کیف پولمون رو وارد کردیم و میبینیم که این دکمه کانکت واسه ما اینجا ظاهر میشه و خب وصل میکنیم که در واقع اینجا نوشته که صبر کنید داری دایرکت میکنه و بله اینجا یه دور دیگه برای اینکه مطمئن بشیم. البته اینجا نکست که اومده دیگه در واقع کار تموم هست و اون والت نصب شده و به قولن بس شده و اینجا میاد ازتون میخواد که در واقع توییتر و دیسکوردتون رو وصل کنید. خب بدین صورت ما اینجا کانکت رو میزنیم، دکمه در واقع کانکت توییتر رو. نگفته نماند بهتر هست که قبل از اینکه وارد این صفحه بشید شما خودتون اومده باشید و به قولی وارد اون توییتر یا x.com شده باشید با اکانت خودتون که اینجا هم در واقع داخل این کانکت شدنه به مشکلی نخورید. و خب بله اینجا از من پرسی که میخوایم با این ایمیل در واقع وصل بشیم و ما میزنیم و در واقع اینجا باید یوزرنیم رو باید تایید کنیم و خب بله اینجا وارد توییتر میشیم برای که یک دور دیگه چک بکنیم که اوکی شده این در واقع والت. اینجا دوتا بک میزنیم که در واقع از داخل خود کروم بریم ادامه بدیم و اینجا از طریق کروم وارد ایکس میشیم چون اونجا داخل خود جیمیل بود و بهتر هست که از این طریق در واقع وارد بشیم و این ایردراپ رو ادامه بدیم. من اینجا لینک رو یه بار دیگه وارد میکنم
برای که قبلش گفتم باید وارد X بشیم. اینجا لینک ایردراپ رو که من قبلا کپی کرده بودم و اینجا هم که ما وارد در واقع این ایردراپ شدیم. خب داخل این قسمت این منوی همبرگری بالا رو که بزنید اینجا یه دونه ستینگ داره. خب که حالا ما باید اینا رو چک کنیم که ببینیم بس باشه. خب اینو یه دور دیگه کانکت میزنیم. اینجا باید رمزمون رو بزنیم و دوباره که رمز رو زدیم با این دکمه ساین باید مواجه بشیم که این در واقع انتهای داستان هست که در واقع یه دور دیگه هم از ما رمز رو میخواد و بعد از ساین دیگه و رمز رو وارد کردن اینجا این در واقع کیف پول ما وصل میشه. خب که حالا اینجا توییترش هم باید دوباره چک بکنیم. اینا رو هر کدوم نشد میتونید یک بار دیگه امتحان بکنید و اگر که یک جایی وسط روند خطا زد و به قولن خراب شد دوباره بیاین از همون اول و این دکمه ها رو بزنید تا به قولن وصل بشه و شما ببینید که دیگه این مراحل داره اتفاق میفته. خب بله اینجا توییتر ما هم وصل شد و کانکشن is done واسه همون نوشت که کانکتد هم اینجا نوشت. خب این دیگه در واقع با این دوتا مشکل اصلی ما حل میشه. خب اینجا یه ارور داده که کانکشن با متامسک قطع شده و خب ما اینجا اینو میتونیم بیاریمش روی در واقع آوردیمش روی تراست والت و دیگه الان روی تراست والت باید باشه. ببینم اینجا کانکت ما بزنیم یه دور دیگه. میگم هر چند که اتفاق در واقع حل نشد این داستان رو دیدید که اونجا کانکتد و نزده یک دور دیگه همون کارا رو تکرار کنید. و خب اینجا نهایتا بعد از اینکه حالا یکی دو بار اینو در واقع بس کردن این کیف پول و کانکت رو زدیم والا شد یا نشد و اینا خلاصه آخرش به این نقطه میرسیم که در واقع والت کانکتد و این 7B رو که میبینید شما میتونید انتهای این در واقع آدرس کیف پولتون رو چک کنید که خودش باشه حتما که اونو هم از این طریق میتونید انجام بدید. اینجا بیاین داخل این مین والت و با کلیک کردن روی این یا کپی کردن این کد در واقع اتریوم میبینید که آخرش 7B هست و اوکی هست دیگه. اینجا والت ما در واقع کانکت شده و ما میتونیم برگردیم داخل کروم و اینو میبینیم که 7B هست و بله همون آدرسه و این در واقع اینجا تمام میشه. اما نحوه بازی کردن این ایردراپ به چگونه هست؟ ببینید شما دوستان وقتی که اینجا وارد میشید هر روز باید وارد این سایت بشید. این تلگرام نیست که شما واردش بخواید بشید. این لینکی که من اول در واقع این ویدیو گفتم رو شما باید کپی داشته باشید اینجا داخل چیز کرومتون سیوش کنید یا بوکمارکش کنید که به قولن بمونه واسهتون از طریق این بوکمارک ها. و خب اینجا شما روزانه باید بیاین در واقع داخل این قسمت نیوز فید اینجا میبینید که در واقع 3 تا لایک 0 از 3 نوشته. اینجا در واقع شما باید صبر کنید که این خبرها لود بشه عکساشو در واقع اینا رو شروع کنیم به لایک کردن. روزانه 3 تا لایک بیشتر ما نمیتونیم بزنیم. اینو معمولا 2 بار که بزنیم این دکمه قرمز میشه و این 1 لایک از 3 لایک رو برای ما انجام میده. خب من خیلی سریع میخوام بگم که یکم نصبش به نظر سخت بیاد ولی بعدش دیگه کار خاصی نداره. و خب این 3 تا لایک رو که شما بزنید در واقع به این صفحه میرسید که در واقع تسکای روزانه‌تون اینجا با این کانگرچولیشن در واقع تموم شده و اینجا 160 پوینت روزانه‌تون رو میگیرید. میبینیم که تا 5 روز هم اینجا گذاشته که روز پنجم 200 پوینت به ما میده به جای 160 پوینت. و خب اینجا دیگه دکمه بک رو میزنیم و دوباره میریم داخل این قسمت ریوارد سنتر. ببینید دوستان در واقع اینجا ریفرالتون میشه. این کد ریفرالی هست که شما هر کدومتون میتونید برای دوستاتون بفرستید در واقع کد ریفرال خودتون رو. و خب افراد اگه که با این کد ریفرال وارد شن خب یه امتیاز ابتدایی گیرشون میاد. و اینجا هم که لیبل نیوز هست که در واقع 100 تا امتیاز داره. دیدن لایک به تاپ نیوز آف دی دی و این همون در واقع 100 تا هست. این 60 تایی هست که روزانه هست و این مجموعا 160 تا رو ما گرفتیم. اینجا هم 200 تا در واقع
به ما پوینتس میده که ما باید روزانه بریم با 4 تا از این ایجنت های AIش اینجا صحبت کنیم و چت کنیم و 4 تا ایجنت داره که در واقع یکیش کریپتو نیوز ایجنته که حالا در واقع دستیار خبری کریپتوکارنسی یا همون رمز ارزها هست و اینجا هم وایس ایجنته که در واقع دستیار صدا هست که شما میتونید با این در واقع صوتی در واقع مکالمه کنید. حالا فارسی هم داره، زبان فارسی که بخواید صحبت کنید. اینجا هم که اینفلوئنسر ایجنتش دستیار با قولن اینفلوئنسر یا همون اینفلوئنسر دیگه. ریسرچ ایجنت هم که در واقع دستیار سرچ هست و براتون سرچ میکنه و هر کدوم از اینا یک کارو براتون انجام میدن و میتونید با این 4 تا هم در واقع چت کنید که در نهایت داخل قسمت ریوارد سنتر این امتیازها رو هم بگیرید. و دوستان این داخل 4 تا در واقع 3 تا رنکش میاد به شما NFT میده. 10 تا رنک داره کلا این در واقع ایردراپ و اینجوری اومده تقسیم بندی کرده که در واقع بین اون افرادی که هستن لول 2، 6 و 10ش رو NFT میده که روی شبکه اتریوم هست و از 10ش الان 8 تا دونش بیشتر موجود نیست که اصلا قیمت هم نخورده. در مورد لول 6ش یه تعدادی هست که حالا روی 300 در واقع 3000 اتریوم هست قیمتش، ولی خب میتونه بهتر بشه. داخل لول 1ش هم همچنین همینطوره 3000 اتریومه، ولی به نظر میاد که لول 6 قیمتش جای زیادی داره واسه پیشرفت. و خب این NFT ها رو اگه بتونید بگیرید بدین صورت میاد در واقع روی در واقع تراست والتتون میشینه. تراست والت رو خدمتتون نشون بدم. ببینید دوستان این لول NFT لول 2ش هست که اینجا اومده واسه ما نوشته و داخل اون کیف پولی که ما از اول وصل کردیم مینت شده و نشسته به حساب کیف پولمون. خیلی ممنون از این که ویدیومو لایک میکنین، واسه دوستاتون بفرستین، ویدیوها رو به دردشون میخوره و دکمه زنگوله رو حتما بزنید که بعضی از این ایردراپ ها مثل آوا امروز اومد و خیلی مدت محدودی داشت واسه یه برداشت که انشالله عقب نیفتین از این ایردراپ ها. شاد و موفق و پیروز و سربلند باشید.